سلام دوستان، خوش اومدید به کانال تک بی ای. امروز میخوام بهتون آموزش نصب برنامه اودیو ریلی رو بدم. برنامه‌ای که با استفاده از اون میتونید از گوشی خودتون به عنوان میکروفون و یا بلندگوی کامپیوتر استفاده بکنید. خب اول از همه وارد سایت audioRelay.net میشیم که آدرس این سایت رو توی دیسکریپشن براتون میذارم. اینجا فایل مربوط به گوشی و کامپیوتر هست که اول از همه من فایل مربوط به کامپیوتر رو دانلود میکنم. خب من فایل مربوط به کامپیوتر رو دانلود کردم. حالا دوبار کلیک میکنم تا فایل باز بشه. کمی صبر میکنیم. خب اینجا اول زبانش رو باید مشخص کنیم که به صورت پیش‌فرض انگلیسیه. اوکی رو میزنیم. اینجا هم محل نصب برنامه هستش که اگه میخواین تغییر بدیم با این گزینه میشه تغییرش بدیم. و مرحله بعد هم یک سری آپشن هایی که میتونید فعال یا غیر فعالشون بکنید که به صورت پیش‌فرض همشون فعالن و شما بذارین که همشون فعال بمونن. و توی مرحله بعدم که با زدن این دکمه برنامه شروع به نصب شدن میکنه. یه چند دقیقه که صبر کنید برنامه به صورت کامل نصب میشه. خب برنامه نصب شد. اگه این تیکم روشن باشه بعد از زدن این دکمه برنامه اجرا میشه. این از برنامه کامپیوتر. حالا بریم توی گوشی هم یک سری کارها رو انجام بدیم. فقط یه نکته که این برنامه هم با USB هم با بلوتوث و وای فای هم کار میکنه که پیشنهاد من با کابل USBه، چون که تأخیر توی صداش خیلی کمتره. توی برنامه کامپیوتر توی این بخش این کدی رو که میبینین این رو باید توی برنامه موبایل بزنید. خب برنامه مربوط به گوشی هم توی پلی استور هستش که من منتظر میشم تا دانلود بشه بعد نصبش میکنم. خب برنامه رو اجرا میکنیم و توی این بخش همون کدی که توی کامپیوتر گفتم رو وارد میکنیم و یا اگه اینکه از قبل کابل USB رو وصل کرده باشید خودش اینجا شناسایی میکنه. وقتی که روی این گزینه بزنیم و دسترسی ها رو بهش بدیم الان متصل شده و به عنوان بلندگو عمل میکنه برام. یعنی صدایی که توی کامپیوتر هستش رو از توی بلندگوی گوشی میشنوین. حالا اگه بخوایم میکروفونش هم فعال کنیم، یعنی از طریق میکروفون موبایل به عنوان میکروفون کامپیوتر ازش استفاده کنیم، میریم توی بخش سرور، بعد میزنیم روی میکروفون. خب همونطور که میبینید دستگاه رو شناسایی کرده و برای فعال کردن میکروفون به بخش پلیر میریم. اینجا هم دستگاه رو شناسایی کرده، روش کلیک میکنیم و الان میکروفونش هم مثل بلندگو فعال شده. فقط توجه کنید که این گزینه روی میک همون میکروفون باشه. خب این هم از این آموزش. امیدوارم که این برنامه و این آموزش براتون مفید باشه. فقط این که یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب بکنید. خدا نگهدار.